به نام خدا. سلام خدمت همه دوستان. چندین راه برای حفاظت از جن و انس، سحر و ساحرین، چشم زخم و به عنوان یک حصار قوی وجود داره. یکی از بهترین راه‌ها خواندن آیت الکرسی 3 بار صبح و 3 بار شب هست. یعنی آیت الکرسی به عنوان یک حصار قوی عمل میکنه. یکی دیگه از راه‌ها خواندن 4 قل، سوره ناس، توحید، فلق و سوره کافرون. و همچنین یکی از راه‌ها خواندن ذکر یا حفیظ 21 مرتبه در طول روز است. این راهکارها همه امتحان شده هستند و جوابگو هستند. یکی دیگه از راه‌ها و همچنین خواندن دعای تحسین، یعنی زمانی که صبح از خواب بیدار شدید و روزتون رو شروع کردید یا هنگام خروج از خانه دعای تحسین را بخونید. به خواندن دعای تحسین مداومت داشته باشید. سعی کنید هر روز تکرار کنید. اللهم توکلت بک یا الله، اللهم تحسنت بک یا الله، اللهم احتسمت بک یا الله، اللهم ادخلنی فی حرز الله و فی امان الله و فی حفظ الله، به حق کاف ها یا عین صاد و به حق هام میم عین سین قاف و به حق مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مظهر العجائب. به جای مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نام هر امامی که دوست داشتید میتونید ببرید. امیدوارم موفق و مؤید باشید و نتیجه دلخواهتون رو به دست بیارید.